سلام مجدد به همه عزیزان. در این جلسه در مورد بیوگرافی پیجای فروشگاهی صحبت میکنیم. لطفاً داخل بیوگرافیتون خودزنی نکنید. جمله هایی ننویسید که مشتری با دیدن اون، با خوندن اون از پیجتون فوری بره بیرون. همونطور که توی جلسه های قبلم گفتیم خیلی خیلی مهمه برای اینستاگرام که وقتی که یک کاربر داخل پیج میاد سریع از پیج خارج نشه و وقتی که اون مشتری کاربر اون بیوگرافی شما رو میخونه ممکنه با یه جمله‌ای که شما نوشتید از پیجتون بره بیرون، از فروشگاه بره بیرون و دیگه نخواد خرید کنه. من نمیگم که نباید باشه، مثلا اینکه هزینه ارسال با مشتری، من نمیگم شما هزینه ارسالتون رو خودتون به عهده بگیرین، ولی خب حداقل نه داخل بیوگرافی اینو بنویسید. مثلا از کلمه فروش به هیچ عنوان استفاده نکنید. لب کلام اینه که جوری ننویسید که مشتری احساس کنه میخواد چیزی بهش بفروشید. باید با ناخودآگاه مردم کار کنی. میدونی وقتی که من داخل یه پیجی بیام، مثلا بیوگرافیش که داخلش این مدل چیزا باشه، فقط هم محصولاتش باشه، چیز دیگه ای هم نباشه، شکل و قیافش هم به هم ریخته باشه و احساس کنم که هم حالا نامنظم، همین که میخواد به من بفروشه، خب من میذارم میرم. ولی نه، گاهی اوقات من از این پیج خوشم میاد، حتی اون لحظه قصد خریدم ندارم ولی میمونم، همراه پیجش میمونم، تو پیجش میمونم. ممکنه اصلا بعد یک سال، یه سال بعدش من خرید کنم، چه میدونم چند ماه بعد خرید کنم. مهم اینه که اون لحظه من احساس خوبی پیدا کنم. من یه سری حالا جمله ها رو براتون بگم. مثلا همین هزینه ارسال با مشتری: جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود. ثبت سفارش در دایرکت، مثلا فقط در واتساپ پیام بدید. چه میدونم تلفن جواب داده نمی شود، لطفاً تماس نگیرید. هزینه ارسال اینقدر تومنه، مثلا شما فقط و فقط میتونی از طریق سایت بخرید، ما به هیچ عنوان تعویض نداریم. چه میدونم ای جور چیزا، دایرکت جواب نمیدیم، فقط بیاین واتساپ. این استراتژیای فروش هست، استراتژیای فروشگاه شما هست و هر جور که دوست داشته باشین اونا رو میچینید، ولی داخل بیوگرافی ننویسید اینها رو. مثلا آره فروشگاه من بزرگ، فروش آنلاینش زیاده، من نمیتونم از طریق اینستاگرام کنترل کنم، اومدم یه سایت زدم که از اون طریق بفروشم، قبول. ولی داخل بیوگرافی رو ننویسید. بعد از این که مشتری خواست یا اینکه توی یک هایلایت اونجا اونا رو بنویسید. تو همون لحظه اول مشتری اینا رو نبینه و با دیدن اینا میره بیرون. حالا اینکه چی بنویسیم داخل بیوگرافی، خب من میتونم از یه سری جمله های حال خوب کن استفاده کنم. مثلا اینکه اینجا من اینجا هستم که بهتون کمک کنم خوشتیپ بشیم، چه میدونم دور هم با هم دیگه خوشتیپ بشیم، یا اینکه من کمکتون میکنم تا یه مهمونی خیلی عالی برگزار کنید، مثلا توی حالا بخش حالا شیرینی و فینگر فود و یا هر چیز دیگه، دیزاین و اینجور چیزا. خب بعد از اینکه یک سری جمله های حالا خوب کن که میتونید فکر کنید، یا اینکه شعارتونه، این جمله ها رو خیلی دوست دارید، خلاصه اگه بتونید به شغلتون هم ربط بدین که چه بهتر. و غیر از این اون مزیت رقابتی رو بنویسید. توی یک کسب و کار همیشه اینو باید از خودمون بپرسیم که چرا مشتری میاد از من خرید کنه. اون فروشگاهی که فروش بالا داره قطعا یک مزیت رقابتی خیلی خوب داره. یکی میگه من ارزون تر میدم، پس بنویس ارزان تر از همه جا. یکی میگه من ارسالم رایگانه، بنویس ارسالت رایگان. یکی میگه من کیفیتم خیلی بالاه، من ضمانت میکنم کارمو، گارانتی 5 سال دارم. نمیدونم، از این جمله ها، از این مدل چیزایی که واقعی هست، نه اینکه الکی باشه، واقعی هست و جزء مزیت‌های رقابتی شما هست، اینها رو شما میتونید داخل بیوگرافیتون بنویسید. خاص بودن محصول، مثلا اگه سایت دارین میتونید بنویسید دارای نماد اعتماد الکترونیکی یا همون ای نماد. وقتی که ما یه سایتی رو در واقع بالا میاریم میتونیم براش یه ای نماد بگیریم. ای نماد از سمت یک ارگان دولتی هست
و تضمین میکنه که این سایت قابل اعتماده. وقتی که من توی بیوگرافی این موضوع رو بنویسم که من این نماد دارم یا همون نماد اعتماد الکترونیکی رو دارم، من میتونم اینجوری اعتماد مخاطبم رو جذب کنم. خلاصه و سعی کنید داخل بیوگرافیتون یه سری جمله های اعتماد ساز، یعنی اینکه مثلا حتی شماره تلفنتون، مثلا آدرستون، یه کوچولو یه سری چیزایی که میتونه اعتماد مشتری رو جلب کنه رو بهش بگید. یعنی که همون شماره تماسه، خیلی وقتا یه مشتری آنلاین با یه تماس خیالش راحت میشه، زنگ میزنه، اگه جواب دادی فقط این که براش مهم جواب بدین. خیلی وقتا همین که جواب بدین میگه آره این پشتیبانیش قویه، آره من اگه مشکلی پیدا کنم هستن. اینجوری است که میتونه اعتماد کنه به شما. و یک سری جمله های اعتماد ساز دیگه، مثلا من براتون نوشتم اینکه تا 10 روز گارانتی بازگشت وجه داریم، دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستیم، امکان خرید حضوری هست، تعویض کالا داریم. وقتی که من برای فروشگاهم یه سایت میزنم، از سمت یک ارگان دولتی یک نماد به من داده میشه به نام ای نماد، یا اینکه همون نماد اعتماد الکترونیکی. اونجوری مخاطب من خیلی راحت میتونه به من اعتماد کنه. این البته در صورتی هست که من یک سایت داشته باشم. خلاصه یک سری جمله های اعتماد ساز استفاده میکنیم، به خصوص برای مشتری هایی که غیر حضوری هستن، از شهرهای دیگه هستن. من باید جوری بنویسم که اعتمادشون رو جلب کنم. من بهشون هم حق میدیم دیگه، وقتی که از یه شهر دور، از این مسافت دور میخوان از ما خرید کنن، خب خیلی مهمه دیگه. وقتی که به من اعتماد نکنه، خب قطعا خریدم نمیکنه. در ادامه فاکتورهای دیگه هم میگیم که به این اعتماد کمک. حتما داخل بیوگرافیتون از اون تکنیک استفاده کنید. حتما توی خیلی از پیجا دیدی نوشته که به هایلایت مثلا قرمز رنگ یه نگاه بنداز، مثلا حتما هایلایت فلان رو چک کن. این بهش میگن تکنیک پاسکاری. من از این طریق کاربر و مخاطب و توی پیج خودم نگه دارم. میدونید یه جورایی اینستاگرام میخواد ببینه که ما یه پیج مهمون نوازی هستیم یا نه. میخواد ببینه اون مهمونه چقدر تو خونهمون میمونه، چقدر پیش ما دووم میاره. من از این تکنیک استفاده میکنم، میتونم اون رنگ اون هایلایتم خاص بذارم، شکلشو خاص بذارم و به مخاطب بگم برو اونو نگاه کن حتما. و اونجا باید حتما یه چیز جذاب و خوب داشته باشیم. وقتی که از اونجا میاد توی اون هایلایت و اونو چک میکنه، زمانی که توی پیج ما هست بیشتر میشه. و برمیگردم به همون مثال اینستاگرام، نتیجه میگیری که ایشون یه میزبان خیلی خوب هست و خیلی خوب داره از مهمونش پذیرایی میکنه. پس حتما پیج خوبی داره، حتما فروشگاه خوبی داره. من میرم به تعداد بیشتری ایشون معرفی میکنم. و برعکس اون، اگه سریع با یه سری جمله هایی که من بنویسم باعث بشه که مخاطب من سریع از پیج من بیا بیرون، دقیقا این برعکس اتفاق میفته و برای آمارهای پیج من خیلی مضر هستش.